یک سال قبل اوید به تازگی کوچه و خیابان‌های شهری باختر مواد تحلیلی در روزنامه ختلون زیر نام بی‌مسئولیتی محیط زیست را افلاس می‌کند نشر شده بود که در آن وضع سانیتری کمبودی‌های موجوده مدنیت شهرنشینی توصیه‌ها انعکاس یافته بودند. از نشر این مواد یک سال گذشت ولی امروز هم قریب در تمام محله‌های شهری باختر پرتوها بیرون از قوطی‌های مخصوص گرم شدند که محیط زیست را افلاس می‌کنند. چون این به سر و سامانی در محله وحدت مشاهده شده از زیر بیناها سر کرده تا داخل جویبار و جایهای جمعیتی پر از پرتو هستند. در یک میدانی وسیع کوچه کیهانوردان که در نزدش مسجد و به اصطلاح میدانچه ورزشی موجود است حالتی پرتوگاه به نهایت دلگیر کننده می باشد. کودکان در نزد آن بازی می کنند که بیشک به سلامتیشان ضرر می رساند. ساکنان این محله ابراز می دارند که از افلاسی کودکانشان بیمار می شوند. و همین مانند در محله دوستی خلقها پرتوها در زیر بیناها بیرون از قوطی‌های پرتو و در جویبارها جمع شدند. پیرمردی که در محله به نام نورالله وحیداللهیف از پرتوگاه پرتوهای میوه و سبزوات را برای بوی نگرفتن جمع می‌کرد ابراز داشت که مردم قاعده‌های گیگینی را رعایت نمی‌کنند. همه گونه پرتو را بیرون از قوطی پرتو می‌پرتویند و این باعث پیدا شدن بیماری‌های گوناگونی سرایتی می‌گردد. در محله وحدت چند نفری که در زیر بینا نشسته ثبت ویدیوی ما را نظاره می‌کردند قید داشتند که مسئولان برای جمع کردن مبلغ می‌آیند ولی پرتوگاه‌ها را سری وقت تازه نمی‌کنند. Hozir ira namibaran? Ya hafta nesta bush bubroya gufta. Kirmosh kalon shavukta ba'd bir hafta to ini jora miyoyam usur ba'd یک هفته دو هفته دیگه برای جمعش کنن بهار درست پس در تکتب میکنم پول موسر آخران بار کی برده بودن؟ زنگ‌های پی در پی ما برای پیدا کردن رئیس کمیته محله وحدت به نتیجه انجام یافت. بعضی ساکنان دیگر اظهار داشتند که چند وقت اخیر محله رئیس ندارد. همین طریق با حکیم اشمرادوف مدیر شعبه کار با محله های دستگاهی شهری باختر برای مساعدت مراجعه نمودیم که آن نیز به نتیجه انجامید و زنگ‌های پی در پی ما که روزهای 10 و 11 ایول بودند حالا در مجلس هستم جواب داده میشد. محمد شریف سرایف دیرکتور کارخانه فرعی دولتی خواجگی کمونالی شهری باختر ضمن صحبت با ما اظهار داشت که در اختیارشان 19 تکنیک برای کشاندن و جابجا کردن پرتو موجود است که از این تنها 88 در حالت کاری می باشد و خلاص. در وقت مشاهده ها در محله دوستی خلقها با کارمندان کارخانه فرعی دولتی خواجگی کمونالی شهری باختر روبرو گردیدیم که از حالت موجوده شکایت نمودند. ما تنها پرتوهای معیشی از نقطه‌های پرتوی رسمی جمع می‌کنیم. پرتوهای مصالح ساختمانی و سبزه و علف‌های زیادتی در وکالت ما نیست. اما کارخانه فرعی دولتی تعمیر و استفاده برای انشاءات‌های منزلی شهری باختر وظیفه خود را درست اجرا نمی‌کند. پرتوهای خود را در نقطه‌های ما می‌پرتویند و کار ما دوچند زیاد می‌شوند. با ناراضگی اظهار داشت هم صحبت ما. برای درست پیخست نمودن مسئله مذکور به اداره کارخانه فرعی دولتی تعمیر و استفاده برای انشاءات‌های منزلی شهری باختر رفتیم اما هر سه مراتباً در این مغفرت صدیره و راهبری کارخانه را بسته دیدیم و کارمندان گفتند که راهبرشان در مجلس است. وابسته به موضوع یک کارمندی کارخانه اظهار داشت که همه روزه وظیفه خودشان را اجرا کرده ایستادند و دیگر کمبودی‌ها به دوشی کارخانه فرعی دولتی خواجگی کمونالی شهری باختر می باشد. از پاسخ دادن به دیگر سوال‌های ما خودداری نمود. من به اجازت راهبر یگان سخن گفتن نمیتوانم قید کرد او. ساکنان شکایت میکنند که مسئولین سری وقت پرتوگاه ها را تازه نمیکنند اما خود از رجای وقتی معین گردیده پرتویی بخبرند. در محله به نام نورالله وحیداللهیف رئیس محله را در حال صحبت با ساکنان پیدا نمودیم اما حالت پرتوگاهی این نقطه نیز خیلی بد بود. رئیس محله نبود تا همین وقتا نما دو روز شد همین روز دیگه روزا که من مرا پیشنهاد کردم من اومدم برای همین اومدم که همین مصر را بار کده بگیرم برام بس باید که رئیس محله که نباشه اجازه هیچ که اهمیت نمیده هیچ که چی نمیکنه راهبر که باشه همین تازگی و چیز خلق خرسان میشه تازگی آبادی همین محیطی را که ما دیدیم به گفته رئیس محله درست نمی آمد زیرا تا به درجه بوی غلیظ می آمد حتی نوشتجات آگاه کننده ای رجای وقتی معین گردیده برای پرتافتن پرتو در زمین خوابیده بود.
агар мардум масъулият ҳис карда маданияти шаҳрдориро риоя кунанд мушкилот бартараф мешавад зеро ҳолатҳоеро низ мушоҳида кардем ки сокинон қуттии партови холиро нодида гирифта дар замин партовҳои худро холӣ мекунанд. аз мушоҳидаҳо маълум гардид ки ҳолати риоя гардидани қоидаҳои тозагӣ дар ҳудуди шаҳри бохтар дар сатҳи паст қарор дошта шаҳрвандон ва масъулин ба ин масъала ба таври ҷиддӣ таваҷҷӯҳ намекунанд. барои хубтару беҳтар риоя гардидани қоидаҳои мазкур хуб мебуд ки пайваста дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳр рейдҳои доимамалкунанда ташкил карда шавад. ҳар як раиси маҳалла ва масъулони биноҳои баландиошона дар рӯзи муайяни ҳафта барои ташкили шанбегӣ муваззаф карда шаванд. партовгоҳҳое ки дар ҷойҳои камаҳолӣ гузошта шуданд ва ҷойҳои сераҳолӣ кӯчонида шаванд. ҳамчунин волидон низ ба хотири ба дасти кӯдакон фиристодани партов ба партовгоҳ ҷаримабандӣ карда шаванд. дар ҷойҳои серодам боғҳо кӯчаҳо паҳлӯи роҳҳои одамгузар ва ғайра қуттии партов гузошта шавад.